ما در موضع سرحدچی قرار داریم. انا این دهه تودابویان با موضع سرحدچی داخل می شود. در شفت دهه آب کوه، من در آن طرف کوههای قطار کوههای افغانستان. در اینجا تودابویانه اصلا تویا بویان میگویند. تویا بله. تویا این اشتور و بویان گردن می شود. یعنی که محله گردن اشتور. دیگه یکون خیلی خاصیتی شفابخشی و تیلیسم شکن میگویند. در اینجا روایت ها هست که چی قصه میکنند؟ قصه ها میکنند که در اینجا توقع گشتن مقصد خاصیتی خوب ندارد. عجی ندارد؟ بله بله. خیلی حالت طبق نقلایی که دسترسی ما شدگی است از خداوند اینو طلب میکنند که روی ما رو برای کفر یعنی که نرساند. در همون وقتها گویا که دعای اینا قبول شده شکلی بگیم که به سنگ تبدیل یافتگیان. معلومات تاریخی و طبی که داشتن با من همین پیشنهاد کردن که در همین آب لقانده بگیم خرم. خب برای خارجی‌ها $1000. برای ما چقدر؟ برای شما رایگان. سلامت باشید. در 84 سال خیلی آدم‌ها که پیشتر میگفتن ما میشنویدیم که آنها هیچی ندیدیم. همین که اومد میبینید وقتی که رفت دیگه میره یگان چه در نظرم نمیتوانید چی دیدم من چه خوردم.